دوستان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز همراه شما هستیم با آموزش نصب ربات انفجار. ما برای نصب ربات انفجار به سه چیز احتیاج داریم. اولیش نسخه سالم مرورگر کیوی و دومی فایل خود ربات انفجار. بعد سومی سایتی که بتونید داخلش بازی کنید و برداشت بزنید. نسخه سالم مرورگر کیوی رو از پیامی که داخل کانال پین شده میتونید دریافت کنید، یا از قسمت سرچ کانال میتونید کلمه کیوی رو بنویسید و براتون میاد. ما از این قسمت ورژن سالم مرورگر کیوی انتخاب میکنیم. خب فایل مرورگر کیوی برامون میاره، باید این فایل دانلود و نصب بشه. من از قبل دانلود کردم و نصبش کردم، الان نیازی نیست. دوستان نکته مهمی که راجع به مرورگر کیویه اینه که نسخه آپدیت شده کیوی قابلیت نصب ربات انفجار رو نداره و خیلی از موارد پیش اومده که برای دوستان نصب نشده. ما نسخه سالمش رو همینجا داخل کانال گذاشتیم و همین نسخه است که باید دانلود و نصب بشه. پس از گوگل پلی نگیرید و همین نسخه سالم رو استفاده کنید. برمیگردیم به کانال و اون پیام پین شده. یه سری از ربات‌های ما داخل همین پیام هست و میتونید دانلودش کنید. حالا برمیگردیم به آخرین رباتمون. آخرین رباتی که هست دانلودش میکنیم و از این گزینه باید سیوش کنیم. به هیچ وجه فایل ربات رو از زیپ خارج نکنید و برای نصب ربات طبق همین آموزش پیش برید. بعد از اینکه سیو کردیم کافیه که سایت آیسپت هم کپی کنیم و بریم داخل مرورگر کیوی. به وارد مرورگر کیوی شدیم، از سه نقطه بالا سمت راست کلیک میکنیم و گزینه اکستنشن رو باید انتخاب کنیم. با همچین صفحه روبرو میشیم. از قسمت بالا سمت راستی که گزینه دیولپر مود رو میزنیم، سه گزینه برام میاره. گزینه لود رو انتخاب میکنیم و بعد گزینه فایلز. وارد فایل منیجر گوشیمون میشیم. الان دو تا راه داریم برای که فایل ربات رو نصب کنیم. اولینش اینه که بریم محلی که خود ربات ذخیره شده و از همونجا فایل رو انتخاب کنیم، و راه دوم و ساده‌تر اینه که از قسمت بالا، قسمت سرچ، اسم رباتی که سیو کردیم و کافیه اینجا بنویسیم. حالا ما فایل ربات برام نمایش داده میشه. حالا من چند بار سیو کردم، به خاطر همینه که چند تا اینجا هست. اولینش رو انتخاب میکنم و همونطور که میبینید فایل ربات با موفقیت برامون روی مرورگر کیوی نصب شد. الان کافیه که لینک سایت آیسپت رو تو این قسمت کادر بالا که نوشته کیوی اکستنشن وارد کنیم. ما کپی کرده بودیم قبلا، پیست میکنیم و وارد سایت میشیم. اگه حساب کاربری نساختیم و ثبت نام نکردیم باید ثبت نام کنید. من از قبل این کار انجام دادم و کافیه که وارد حساب کاربری بشم. خب من الان داخل حساب کاربری هستم، روی سه خط تیره بالا سمت راست میزنم. خب از این قسمت ما باید بازی انفجار رو انتخاب کنیم. انفجار 2 و بازی های دیگر کار نریم. ربات